سلام. خب بچه ها، امروز قراره اولین ویدیوی چنل یوتیوبمون رو بگیریم. ازتون انتظار حمایت خیلی زیادی رو دارم و اینکه اینستای من این بالا میاد، حتما فالو کنید که خبر ویدیو جدید رو توش میذارم. قبل اینکه ویدیو شروع کنم لطفا سابسکرایب و لایک کنید که حمایت از من بشه و ویدیوام دیده بشه. پس بزن بریم که اولین ویدیو رو ببینیم. نوشته که سگم و رفیق صمیمیش یه مدت از هم دور بودن، واسه همین براشون تماس تصویری گرفتیم. نمیدونستم سگم به تماس تصویری میتونم واکنش نشون بدم. ببینیم چی میگه. I know. یه لحظه قیافه این سگه رو نگاه کنید، خیلی متعجبه، نمیدونه قضیه از چه قراره اصلا. بریم یه بار دیگه واقعا جدی قیافه سگه نگاه کنیم اینجا، خیلی خوبه. تعجب کردم اینجا چه خبره اصلا، نمیدونه. بریم ویدیو بعدی. ولی این خیلی خوب بود، خیلی با احساسم به نظرم. دیدید اونجا رو؟ سرش محکم خورد به یارو میله. نگاه کنین جدی. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. قشنگ نابود شد، قشنگ کامل نابود شد. در این حد میگم، بکنم دیگه سر نداشته باشه بخواد برای آینده‌اش تصمیم گیری کنه. خب بزنیم ویدیو بعدی. وقتی یه مریض میره طبیعت گردی. چه اینا چی رو درخته؟ جدی لازم من نمیدونم اونا چی رو درخته. واسین اگه میدونین چیه حتما تو کامنت ها بگیم. واقعا من نمیدونم چیه، خیلی کنجکاو شدم. حتما به هم تو کامنت ها بگین اگه میدونید، خیلی خوشحال میشم. خیلی کنجکاو شدم واقعا سرش. بچه رو بردم و تایمونم در زبونی کمک میخواد. تفلی گربه داره فقط میگه من از تو این آب در بیارید، من واقعا کمک میخوام. داره به هر زبونی که میتونه ازمون کمک میخواد. چقدر مظلومه. بهشون بستنی داره میده. ببینیم چه ریاکشن هایی نشون میدن. فکر کنم مغزشون یخ بزنه، مثل خودمون هست وقتی خیلی بستنی میخوریم یه حالت عجیبی میگیریم به خودمون، سرمون یه جوری میشه. ببینیم چی میشه. باشه من تا حالا به گربه بستنی ندادم. اگه شما به گربه هاتون بستنی دادین و میدونید واقعا مثلا اینجوریه یا نه، و اگه میدونین چرا مثلا اینجور ریاکشنی بهشون نشون میدم، حتما تو کامنت ها واسم بگین، چون واقعا ندیدم تا حالا گربه یه همچین ریاکشنی بده. خیلی واسم عجیب بود. It's pistachio ice cream. No. داره به بچه گربه بستنی میده. من فکر کردم بچه گربه تا یه تایمی نباید بستنی بخورن. بستنی که نه، کلا تا یه تایمی فکر کنم که باید شیر مادر بخورن اگه اشتباه نکنم. جدی هیچ اطلاعی از این مورد ندارم. یه توضیح کوچولو حتما برام بدین از اینم. No. Go. آی دوست داره. Wait a minute. Wait, this tastes like some medicine. ضربه خیلی بدی دید. فکر نکنم این کمرش تا چند وقت صاف بشه. ضربهش یه دور دیگه ببینید. نگاه کنید.
چرا این بلا رو سر خودتون میارین جدی؟ مثلا از زندگی سیر شدید، خیال میکنین قراره یه 4-5 تا زندگی دیگه هم امتحان کنید. واقعا درک نمیکنم. من دوستم تو آرامش بخشترین حالت ممکن زندگی کنم. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. چرا یه آدم باید خودش رو با گربه مقایسه کنه و مثل اون بدوه؟ جدی چرا؟ یه داره دیگه اینو ببینیم، خیلی خوب بود به نظرم. خیلی خوب بود. قشنگ یارو رفت تو پنجره. فکر کنم پنجرهشون شکست. کلیپ بعدی زنده مون جدی. دوچرخش رو دزدیدن، در کسری از ثانیه دزدیدنش. من بعد 3 بار دیدم فهمیدمش. الان من دارم 3 بار میبینمش، تازه فهمیدم دوچرخش رو زدن. خیلی سرعت عملشون بالا بود، خیلی. آی طفلی انقدر توپل شده نمیتونه بپره. چرا؟ به نظرتون خودشون میفهمن توپل شدن و نمیتونن بپرن؟ جدی؟ چیز خوبیه که بخوای آخر شب بهش فکر کنی؟ ببین پیشنهاد من به شما اینه که اصلا رفیقاتون رو که میدونید یه همچین وضعی دارن تو عروسیاتون دعوت نکنین، چون یه همچین اتفاقایی میفته. اون عروس دومات میخوام بعدش چیکار کنن؟ خیس آب میان بیرون. یعنی فکر نکنم مثلا هیچی سالم مونده باشه، از میکاپش، از نمیدونم لباساشون، هیچی. آدمایی که میدونین اینجوریه اصلا نباید تو عروسی دعوت کنید. بریم کلیپ باید تو آستین داداشش قایم میشه گربه. گربه یعنی فقط دنبال کوچیکترین جا و سختترین جا برای قایم شدن و استراحت کردن. آخه تو آستین چجوری؟ داری له میشی اصلا. صدای بوق حساس بود. پلکوپر شیخ کلن. چیه؟ دستشو برد تو آتیش. دستشو کامل برد تو آتیشه. فکر کن بابا گربه‌ای، تو باید مثلا مغزت بیشتر باشه. چطور میگن گربه حیوانای مستقلی هن؟ خب چرا دستتو میبری تو آتیش؟ مگه نمیدونی؟ آهنگش دقیقا انگار واسه همین تایم بود. بریم کلیپ بعدی. اون چیه اونجا؟ بچه اینجا چیه؟ نگاه کنید. فکر کنم عنکبوته. عنکبوت بود. رفته روی دیوار که عنکبوت بگیره. واقعا عجیبن و در عین عجیبی خیلی دوست داشتنیه. بچه کلیپ قبلی من کامل ندیدم چی شد. نه این ندیدم. گوشی ندید دست گربه. چطور میگن گوشی ندید دست بچه ها؟ گوشی دست گربه ها ندید. گوشی نابود شد. خود گربه پر رو روانش بازی میشه اصلا. واقعا در این حالی که بانمکن خیلی گناه دارم به نظر من. فقط سوالم اینه چی پشت اون تلویزیون دیده که رفته اون پشت؟ چرا؟
آی آماده شکاره. عالی. Oh no. Oh dear. یعنی عالی. محکم خورد داخل دیوارم. فکر نکنم این گربه دیگه مغزی براش مونده باشه. البته اگه داشته باشه. دیدید؟ جدی دیدید؟ Oh no. Oh dear. مثل اسپایدرمن قشنگ با سیس اومد پایین. گربه اسپایدرمن چی میشه؟ اسپیودرمن؟ نظرتون تو کامنت ها بگین و یه اسم برای گربه اسپایدرمن انتخاب کنین. اسپیودرمن به نظر من جالبه. اوه خدا. قشنگ تا افتاد پایین. همین. چه دلبری میکنه این گربه. بیا گربه هم دلبری بلده و تو هنوز نشستی سینگل داری تو یوتیوب میچرخی. نگاه کنید از گربه ها یاد بگیرید. اشقابه چقدر خوشویوه. خیلی این بچه گربه هایی که تازه به دنیا آمدن رو دوست دارم. خیلی کوچولو هن. دقیق اندازه بند انگشتن. دستای کوچیکش رو نگاه کن. فکر کنم بچهش. این خانوم تو بهشت زندگی میکنه که این همه گربه دور و برشه. جدی از نظر من این داره توی بهشت زندگی میکنه. آی چقدر کوچولو هست. گربه سرگیجه کرد. چرا باید یه گربه رو اینجوری بگیری تو دست و بچرخونیش؟ قشنگ مغز براش نموند. سرش گیج میره نمیتونه حالت عادی را بره. مرد. خانمه نوشته که اون به من فکر کنم آلرژی داره و واقعا فکر کنم آلرژی داره. نگاه کنین چجوری عطسه میکنه. He's not overeating. I know that. Look at. یه سری گربه ها اصلا دوست ندارن اینجوری بگیریشون. قشنگ تو نگاهش مشخصه چیکار داری با من میکنی. چرا من باید توی دوربین تو باشم؟ او خدا پشتک گربه ای بود. قشنگ پشتک زد. خیلی ناز بود به نظرم. دارم چیکار میکنم؟ هیچ ریاکشنی به قبلی نمیتونم برم. واقعا گربه نتونست حشره رو بگیره. معمولا میتونم. دیدید؟ جدی دیدین؟ سگه رو قشنگ بیدار کرد. خب بعد یه دونه محکم زد تو سرش. خب مثلا چرا این کارو میکنی؟ بعد ما اکثرا تو انیمیشن ها میبینیم که سگا به گربه زور میگن مثل تام و جری اینا، ولی این قشنگ بیدارش کرد زد تو سرش. و تو دنیای واقعی واقعا گربه مثلا یه زور بیشتری به سگا دارن. یه بار دیگه اینو ببینیم با هم دیگه چون به نظرم خیلی گوگولی بود. بایستین نگاه. اول بیدارش میکنه. چه با نازم بیدارش میکنه. قشنگ زدش. قشنگ گفت تو این خونه رئیس منم. خب بچه ها اینم از ویدیوی امروزمون که اولینش هم بود. همونجور که تو اول ویدیو گفتم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه لذت بردید حتما لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوباره میگم اینستای من این بالا الان داره میاد. فالو کنید که خبر ویدیوهای جدید رو اونجا براتون میذارم. پس میبینمتون. بای بای.